سلام، من مهدیار هستم و بریم گیم پلی استار یور ولی. استار یور ولی رو میتونید از مایکت دیگه گوگل پلی دیگه و از راه مختلفی نصب کنید. وقتی که نصب کردید یه همچین شکلی داره و واردش میشیم. یه شکل این دوری داره که خیلی گوگلیه. خب حالا دوتا نوشته برامون میگه، ببخشید، یه نیو و یه لود. نیو قطعا میزنیم، هیچ وقت لودو الان نزنیم. الان اینجا به شما میگه که چه نوع لباسی، چه نوع چیزی میخواد انتخاب کنید. حالا این یه تازه که اگه بزنید روش لباس شانسی و صورت رو بدونید. اینجا میتونی رنگ موهاتو خودت انتخاب کنی، خود شکل موهاتو خودت انتخاب کنی. اینجا میتونی اسکین یا صورتت، اینجا میتونی صورتتو عوض کنی رنگشو. اینجا میتونی سیبیل بذاری برای خود. من از این سیبیل خیلی خوشم اومد. اینجا رنگ شلوار یا هم پنس، رنگ پنستو میتونی عوض کنی یا شلوارت که من اینو خیلی دوست دارم. اینجا میتونی اینجا رنگ چشماتو تعیین کنی. من قرمز خیلی دوست دارم، شما هر رنگی که دوست دارید بذارید. اینجا هر جوری دوست دارید اینایی که من گفتم بزنید. اینجا میتونید رنگ سرتون رو مشخص کنید که من سبز کمرنگ خیلی خوشم میاد. اینجا هم میتونید شلوار، رنگ شلوارتون رو عوض کنید. من یه ذره دوستیشو دوست دارم. اینجا میتونید حیوانتون رو انتخاب کنید و اینجا میتونید نوع خونتون رو انتخاب کنید. حالا هر جوری دوست دارید حیوانتون رو بذارید. جنسیتتون رو اینجوری میتونید ببینید، بزنید. اینجا میتونید ببینید چه شکلی میچرخه، چه شکلی میشه. اینجا اسم خودتون رو حتما به انگلیسی بنویسید که من اسمم مهدیار رو اینجا به انگلیسی می نویسم. حالا اینجا میگه نام فرمتون رو بنویسید که می نویسید هرچی دوست دارید. من می نویسم ران. حالا اینجا میگه فیوریت مدت علاقه اسم حیوانتون رو بنویسید. من نویسم مک. شما هر چیزی دوست دارید رو بنویسید دیگه. این تیکو بزنید و وارد بازی شید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.